این قشنگ خلاصه کتاب آمادگی دفاعی نهم که تو زدی دیگه نه؟ معلومه سجاد بودو سجاد یکیشون که اینجا هست سجاد بودو پوداره امیر پوداره امیر بدمون رفت وای با سلام و طول عرض ادب از درز عقب خدمت همه دوستان عزیز با سلام و طول عرض ادب از درز عقب خدمت شما همه بچه‌های عزیز. امروز اومدیم ماینکرافت بدواس بازی کنیم با امیر کینگ. امیدوارم که خوشتون بیاد. حتما منو ساب کنید با اینکه چنل ندارم. خداحافظ. اینا رو که میگم کات کنم میرم اگه لازم بود بذار. یا میدونی چرا یهودی‌ها عصبانی نمیشن؟ چرا؟ چون نمیتونن از کوره در برن. You naughty naughty, you teasing me, you naughty naughty. جانی دوم تا سوم. سجاد راستی ایجاد باید با چی پیش بریم؟ با استراتژی خاص خود شده. فارسی و حالا میفهمی استراتژی. استراتژی میشه. من درک نمیکنم. اوکی بذار بریم. سجاد دیگه نمیشه تو. ای آقا سجاد من نمیبینم. منو وید کردی. برو بعد الان بدونو میذاره. من تصف اون تازه مردم. نمیدی من جنریتور رو گرفتم. ایزی بین. آقا من هنوز نباید اینطوری سگی بازی میکردم. مچ اوله. What the fuck. یه مچ کلن قراره باید بازی کنم. برو دیگه. من رو پس سگی بازی کنی سجاد ها؟ دیگه نه دیگه مثلا در حدی که اگه بزدیم بس. آره بابا زیادیش واقعا بده دیگه. بهمون میگن چیت. مثلا فهمیدم اون دفعه چرا به خاطر از این سرور کیک کرد. چرا؟ چون اوتوتوتم داشت. اوتوتوتم چیت حساب میشه. من اصلا اوتوتوتم نداشتم. مشکل همینه. اون روز داشتی مثل نمیدونم. اصلا مدای 1.16.5 هم اوکی نیست. با من نمیشه. به تیپی بک میخورم هر دو قدم. چرا؟ ولی آره. امیری چه بدیه؟ همش پشمه نه؟ با من کانکریت دارم. من کانکریت چی الان؟ پیککس منظورمه. سجاد what the fuck. شاید بپرسی هاو. منم میگم خوبم شما چطوری؟ شاید بپرسی چطوری؟ منم میگم خوبم شما چطوری؟ چی میگی؟ نه نکش خدایی نکش. نامردی نکن. الله اکبر. خیلی رفت. این 10 تا گل بود. نایس. 10 تا گل بود. من 4 تا داد. 10 تا گل بود. الان میره بیا بده بابا. چه داشت؟ احساس میکنم خیلی رو روالم. گیری هم آزاده. جالبه. خیلی جالبه. چال دامدار برداشتی؟ نه خب چیزی هم نداشت. وای سجاد پشمام ریخت. میخواستم کلاچ کنم جلوش. خب الان اسپان میشه بزنش. این قشنگ خلاصه کتاب آمادگی دفاعی نهم
تو زدی دیگه نه؟ نه بابا. معلومه. آره دایی اگر غیر من کیلم برای که دیگه میره. خیابونه هدایت سجاد فرستادم برای داینه. یعنی دوتا؟ این مفکره الان کوه مراد جنراتور اینجا بینم چند تا داره؟ احساس من بیس ما هیچی نداره. آره درست استاکس میکنی. الان باید از اونها قوی تر باشه. برای اولین بار مردم پشمام ندارم. امیر آمار منو بگی ببین نه امیر داره دوش داره دور میزنه امیر داره بیس ما دور میزنه امیر داره بیس ما دور میزنه حواست باشه پشتشه. من دارم دایمن جمع میکنم امرال جمع. سجاد برگرد که هم پروت داره هم آمون. تو هم مگه آرمور نداری؟ من نه. قربت پس از آخر چیکار میکردی؟ داشتم میچرخیدم وسط نه. سجاد بودو سجاد. یکیشون که اینجاست بابا. سجاد بودو. پوداره امیر پوداره. امیر بده اون رفت. وای سجاد بینمون لخ بود. وای چی بود. مرسی دایی دارم میام. نگاه بدمونو داشت میکند. چه فشاری خورد. وای نزنی فایر بالو تو. اومد بگی ها. نه بابا جا من. از اون زاویه فکر کنم چی متوجه نشد که من به دافتیان گرفتم نه؟ اصلا با من داشت فایت میداد. که متوجه پس قضیه نشد. ما متوجه قضیه نشدیم که ما اینم از دایمن اینم از تو. پیککس. نه سجاد منو اینا سگراش با دارن. زد. سگراش میدن. خب امیر بذار من برم دایمن چیز کنم. بدون پروت آرمور بی. دارم بد بخت. امیر بدون تمرین میبرم. من خیلی قوی ام دیدین من خیلی قوی ام. آره 2 دسته کلا بازی کردم. یه دسته کلا بازی کردم. اما امیر همین حسو داره. نه بابا جان حالا ببین 6 تا میخواد فرج 3 نه مرسی. برگرد بترس. بترس اینا رو نگاه کن. وای یه دونه زد بود شدم. یه دونه با جامپ زد کریتیکال هیچ وقت ناکبک نمیخوری. آقا ما بوداری ها سجاد همینجوری مشغول شد. یکیشون اینجا زد منو درسه چی باشم لاشی دور برد. میتونم بزنم اینجوری که نفهم کجا خورد. تا یادتون باشه دیگه اینطوری اندازه بابوش از این خفنات. سجاد دارم میام. سجاد باز زدمش بویده. بزن امیر بزن. ای ریدم پس کلش. بابا بلد نیستم با این ایم بگیرم. امیر دیدی. سجاد حواست باشه اندرپل میزنم میریم پشتش. تو الان پر زدی؟ الان میزنم. امیر من این پوش خیلی خار مادره ها. مرسی امیر مرسی. یکیشونو بوید کردم میدونم یکیشونو بوید کردم. نه نیفتاد طرف نیفتاد. من چرا 2 بار مردم؟ چرا 2 بار مردم؟ 12 seconds later. بیا
چند تا میشه موجودی؟ 21 با 3 تا اینجا 24 تا. مسئولیت خون مرغ. 24 تا obsidian let's go. و پروتس 3 و بذار هل پولم نمیخوام. مانیک فتیگم بگیر دیگه بقیهشو نگه دار. خب حالا واسه TNT بخر بذار رو بت. قیب This guy شدی. Gail Bedecker, he was Bang. he was eccentric. Oh سه روز بند خوردم. He's dead. Who was it? He was a mess chef. کاش که الان خب من الان تو سه obsidian 5 کشیدم. stars, candle. خب بچه این بود از این قسمت و دیدین که بند شدم و کلا کانتنتش در اومد. بازی چرتیه فهمین بند میکنم. من الان تو هر سروری برام بند میکنم. دلیلش هم نمیدونم. اینقدر اصلا بازی خوبه اصلا چیه. آره مگه خدا میتونه. آره از کجا میزد لاشی منو الان تو خوب روت میشه بری ای بده obsidian رو بزنی. کجا یاروه؟ داری ویدیو میگیری؟ آره جون جو دیگه آقا داره ویدیو میگی خیلی جالبه. ای کوشی دیگه ما میگیم امرالد بره. همین بدو باید ببینی لایک اف که منم فقط بزنیم سری بابا. چون که تو بذار رو 7 8 چیش از کجا بزن دیگه بزن اینا کجا این ویزی انقدر کج دستی نمیتونی منو بزنی. دیدمش اناش ای کج دست بزنم یه تیر من میخوره. حالا بزن من تیرم به اونجا نمیرسه. با کدوم عقلی رفته اون بالا یه تیرش آن بزنه که من میدیدم. فایربال. آره فایربال یه جوری بزن نتونه فایربال تو برگشت بید. عزیز من بودم یه دونه اندرپل زدم برم بالا بعد کل اونجا سجاد اندرپل بزن. خب ندارم. اندرپل بزن زیر خودت بلاک بذار. من این ور بدم وای اگه ببینی چی رسیدم ای بزن ای فایربال بزن ای فایربال بزن. چقدر ارو داد به من چقدر ارو. بدم و زد. آها همه بدار رفت. اوکی رفت رو حالت داستان دارم خیلی پشم. اوه رفته عقب داره میزنه منو داشت پیک بدم اینجا باید از پابجی پیک بدم بذارم دیگه. آی من ارو ندارم منم میزنه. ای خورده پرجش. اوکی خوب بود گیمو 15 تا کیل یارو داره. امیر کینگ 11 تا دوم.